سلام، شبتون بخیر. من دکتر مهرناز زینعلی هستم، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و تو این کانال سعی می‌کنم که مطالبی رو که در واقع به دردتون میخوره با زبان ساده و قابل فهم به طور خلاصه توضیح بدم. سعی میکنم موضوعاتی رو استفاده کنم که بیشتر به درد شما بخوره و براتون مفید باشه. باز اگر دوست دارین در مورد موضوعی ویدیو ساخته بشه حتما تو کامنت ها به من بگید. امروز با توجه به درخواستاتون میخوام در مورد واریس صحبت کنم. البته قسمت پیش در مورد علت واریس و شرایطی که فرد رو مستعد به واریس میکنه صحبت کرده بودم. حالا تو این قسمت میخوام به صورت خلاصه در مورد درمان واریس بگم. چه درمانهای ساده و خانگی، چه درمانهایی که توی در واقع مطب‌ها، کلینیک‌ها و حتی اتاق عمل‌ها به صورت سرپایی انجام میشه. من به واسطه شغلم که متخصص بیهوشی هستم خب میبینم که خیلی از مراجعه کننده های خانوم وقتی دیگه واریسشون شدت پیدا میکنه مراجعه میکنن که تو اتاق عمل درمانهای سرپایی رو انجام بدن. برای همین تصمیم گرفتم که این ویدیوم در مورد واریس باشه. دوستان، واریس اگر که بخواین خب علتش و شرایط مستعد کنندش رو بدونین حتما قسمت قبل رو ببینید. اما درمانش چیه؟ تو این ویدیو همراه من باشید و اگر دوست داشتین این ویدیو رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. اول از همه برای درمان واریس باید علت‌هایی رو که خدمتتون گفتم اون علت‌ها برطرف بشن. باید سعی کنید که ورزش‌هایی رو انجام بدین که خون کمتری رو توی پا نگه داره و کمک کنه به این که خون توی عروق پمپ بشه به سمت بالا، یعنی کمک کنه به همون دریچه‌های لانه کبوتری که قسمت پیش خدمتتون گفتم. پس باید ورزش‌هایی باشه که پا را درگیر میکنه. مثل چی؟ مثل پیاده روی و مثل دوچرخه سواری و مثل پدال زدن. حالا اگر نمیتونید در فضای باز دوچرخه سواری کنید، میتونید دوچرخه سواری رو در منزل در حالی که به پشت خوابیدید در واقع دوچرخه سواری رو انجام بدید، یعنی پاها رو به حالت دوچرخه حرکت بدید. حالت دیگه پیاده روی هستش که 5 روز در هفته به مدت 30 دقیقه بسیار ایدئاله. فقط دوستان با توجه به شرایطی که خیلی از افراد مسن دارن سعی کنید که پیاده روی رو سبک و با مشورت پزشکتون انجام بدید. دویدن هم خیلی مناسبه، ولی خب ممکنه که برای خیلی از شرایط سنی با توجه به آرتروز یا بیماری‌های مفصلی که دارن مناسب نباشه. پس اینها ورزش‌هایی بود که خیلی برای درمان واریس کمک میکنه. دوستان اگر واریس ها در همون مراحل اولیه در واقع اقدام به درمانش کنید دیگه نیاز به اون درمان‌های اتاق عمل و تزریق و لیزر و غیره نیستش. همین که آخر شب در واقع روی تخت میخوابید میتونید پا دوچرخه رو انجام بدید و همچنین سعی کنید که وقتی روی تخت میخوابید پاها رو برای مدتی روی دیوار بذارید، یعنی پاها رو بالا قرار بدید تا این مقدار خون زیادی که در طی روز توی پاها تجمع پیدا کرده به سمت قلب حرکت کنه و از ورم پاها و ایجاد واریس جلوگیری کنه. یه کار دیگه که میشه انجام داد، میتونید در هفته چند بار اون ناحیه واریس و در واقع ناحیه ساق پاتون رو ماساژ بدید. ماساژ با استفاده از روغن زیتون و در واقع حالا سرکه سیب، اینا همه میتونه بسیار مؤثر باشه. ماساژ دادن باعث میشه که اون درد و خستگی که در پا هم هست به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا کنه. حالا یک درمان دیگه هم برای واریس وجود داره و اون یک سری ورزش ها هستش. ورزش ها رو با توجه به شرایط بدنیتون و با مشورت پزشک حتما انجام بدید. دوستان این ورزش به این شکل هست. من کاملا شکل و اسلایدش رو میذارم که کاملا متوجه بشید. دوستان این ورزش به صورتی هستش که ابتدا شما میایستید در حالی که پاهاتون کاملا کنار هم قرار داره. بعد سعی میکنید که زانوتون رو خم کنید مثل شکل، به طوری که زانو و پشت زانو و مچ پا در یک امتداد قرار بگیره. چند ثانیه تو این حالت میمونید، دوباره به حالت اولیه برمیگردید و دوباره این حرکت رو با پای دیگری انجام میدید. دقت کنید باید زانو و مچ در یک راستا قرار بگیره. گفته میشه که وقتی به حالت ایستاده برمیگردید میتونید به آرومی روی پنجه های پاتون دوباره بایستید و دوباره به حالت اولیه برگردید و این کار رو دوباره تکرار کنید.
یک مسئله خیلی خیلی مهم برای کسایی که واریس دارن این که باید سعی کنن لباسهای راحت بپوشن. شلوارهای خیلی تنگ یا ساق خیلی تنگ که مانع از گردش خون درست میشه محدودیت تو جریان خون میده. باید یک لباسی باشه که کاملا در طی شب جریان خون در طی در واقع شب از پا به سمت قلب راحت جریان داشته باشه. یک مسئله بعدی که حالا دیگه وقتی که مثلا درمانهای دیگه جواب نمیدن، استفاده از جوراب‌های واریس هستش. دوستان جوراب‌های واریس حتما باید اندازه شما باشن. جوراب واریس کمک میکنه به اینکه ساق پا و اون دریچه‌های لانه کبوتری راحت‌تر بتونن خون رو به سمت قلب پمپ کنن. ولی دوستان حواستون باشه جوراب واریسی که خیلی تنگ باشه ضرر داره. جوراب واریسی هم که گشاد باشه تأثیری نداره. جوراب واریس وقتی که میخواین بخرین روشی نشانه ها و راهنماهایی هستش که به شما کمک میکنه که سایز مناسبتون رو انتخاب کنید. جوراب واریس باید طوری باشه که در ناحیه مچ پا تنگتر باشه. هر چقدر به سمت بالا میاد گشادتر بشه. البته باید جوراب واریس رو با مشورت پزشک انتخاب کنید. چرا؟ چون گاهی اوقات هستش که جریان خون به هر علتی مثل بیماری‌های دیابت یا یک سری بیماری‌های عروقی دیگه توی پا خوب جریان نداره و پوشیدن جوراب واریس میتونه به این مسئله شدت بده. برای همین برخی از پزشک‌ها قبل از اینکه بخوان جوراب واریس رو تجویز کنن یک آزمایش در واقع کالر داپلر برای بیمار درخواست میکنن. یعنی چی؟ این یک در واقع وسیله هستش، یک در واقع تصویر برداری هستش که گردش خون مناسب رو توی پای شما نشون میده. اگر گردش خون ضعیف باشه شاید اگر جوراب واریس بپوشین اوضاع از سمت دیگه‌ای بدتر کنه. حالا اینها همه درمانهایی بودش که در خانه و با استفاده از شخص خود بیمار میتونست انجام بشه. اما یک سری درمانهای واریس هستش که دیگه وقتی درمانهای خانگی جواب نداده باشه یا اینکه واریس خیلی زیاد شده باشه، فرد از ظاهر نازیباش ناراحت باشه یا درد، تورم و خارش رو تو ناحیه داشته باشه و حالت تنابی شکل شده باشه، دیگه پزشک در واقع دست به کار میشه. چه کار میکنن؟ یکی اینکه استفاده از مواد اسکلروزان هستش که بهش میگن اسکلروتراپی. یعنی در واقع پزشک با استفاده از بی‌حسی که انجام میده اون ناحیه رو کاملا بی‌حس میکنه و یک ماده اسکلروزان یا ماده سوزاننده رو وارد اون رگ‌هایی میکنه که حالت واریسی شدن. در نتیجه رگ واریسی بعد از یه مدتی از بین میره، نابود میشه و بعد از یه مدتی هم جذب میشه. راه دیگه استفاده از امواج رادیو فرکانسی هستش یا RF. در واقع در روش RF اون قسمتی رو که دچار واریس شده، اون رگی که دچار واریس شده، پزشک واردش میشه با استفاده از اون در واقع سرسوزن و پروپی که اون دستگاه RF داره. البته قبل از اون کاملا ناحیه بی‌حس میشه. بعد از اینکه اون دستگاه وارد رگ‌های واریسی شد، امواج رادیو فرکانسی به اون منطقه تابیده میشن و با توجه به اون خاصیتی که دارن رگ رو از بین میبرن و نابود میکنن و در نتیجه اون رگ مسدود میشه و پس از این مدتی هم با توجه به فیزیولوژی خود بدن جذب بدن میشه و از بین میره. روش دیگه استفاده از لیزر هستش. در RF ما امواج رادیو فرکانسی رو به اون رگ واریسی میتابوندیم، ولی در لیزر یک سری امواج تقویت شده به اسم در واقع حالا لیزر بهش گفته میشه، به اون رگ واریسی تابیده میشه. باید بدونیم که معمولا لیزر در روش‌های استفاده میشه که رگ واریسی کوچکتر هستش و یه حالت عنکبوتی داره و معمولا درمان از سطح پوست انجام میشه و خوبیش اینه که درد نداره، حالت تهاجمی نیستش، ولی به تعداد جلسات بیشتری احتیاج داره. با توجه به تشخیص پزشک شاید نیاز به 5، 6، 7 و یا حتی بیشتر تعداد جلسات احتیاج داشت. در روش RF یعنی رادیو فرکانسی و هم در نوع لیزر که یک نور متمرکز هستش، هر دوتا از اون انرژی گرمایی حاصل از این روش ها استفاده میشه و رگ نابود و مسدود میشه. و باید بدونیم که اون گرمایی که ایجاد میکنه گرمای بالایی هستش، ولی چون بی‌حسی در ناحیه تزریق شده هیچی معمولا شما احساس نمیکنید و این روش به راحتی سرپایی و در مطب ها و کلینیک ها بدون بیهوشی عمومی انجام میشه. اما گاهی اوقات با توجه به اون روش هایی که انتخاب میشه، مثلا وقتی که
پزشک میخواد مواد اسکلروزان را تزریق کنه که بهش میگن اسکلروتراپی، معمولا ما بیمار رو به اتاق عمل میاریم و یک بی‌حسی و یک سدیشن، یعنی یک خواب آلودگی به بیمار میدیم تا درد کمتری احساس کنه. اینها همه روش‌هایی هستش، یعنی استفاده از در واقع اسکلروزان، استفاده از امواج لیزر، استفاده از رادیو فرکانسی، اینها همه روش‌هایی هستش که خب در مورد واریس‌هایی که دیگه به درمان‌های خانگی جواب ندادن استفاده میشه. دیگه در مرحله آخر که واقعا هیچ کدوم از این درمان‌ها جواب نده، دیگه پزشک از روش جراحی استفاده میکنه، یعنی فلبکتومی میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ با استفاده از یک سوراخ‌هایی که در سطح پوست ایجاد میکنه، میاد اون رگ واریسی رو خارج میکنه. از روش جراحی بهش میگن روش جراحی، که اون رگ واریسی در واقع مسدود میشه و به توسط جراح از سطح پوست با یک سوراخ خیلی ریز در واقع خارج میشه و معمولا این هم نیاز به بیهوشی عمومی نداره، فقط با یک بی‌حسی، یک حالت خواب آلودگی که به بیمار میدیم در اتاق عمل، این قابل انجام هستش. دوستان معمولا باید یک کاری کرد که واریس به این مراحل نرسه. اگر واریس رو تو همون مراحل اولیه جدی بگیرین، معمولا به راحتی درمان میشه. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. این ویدیو هم در اینجا به پایان رسید. من برای اینکه ویدیو طولانی نشه سعی کردم که خیلی کوتاه صحبت کنم و البته موضوع واریس رو هم در 2 قسمت برای شما ساختم. ممنون تا انتهای ویدیو همراه من بودید. از حمایت‌های همیشگی شما خیلی ممنونم. تا برنامه و ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.